دوشنبه. صدای هشتک داور از آغاز سبقت امروزه دسته ها در موسم نو فوتبال درک می‌دهد. مهمانان امروز با لباس‌های سفید اندر میدان شدند و صاحبان میدان سرخپوش‌هایی که حالا از این منطقه زود به سوی پیش حرکت را هم خیلی خوب شروع کردند و در قامت بلند پهلوان جوسه و اکنون وضعیت رو باز هم فوتبال بازان دسته بسیار هم شفقت حاتم جرأت کرد. یک ضربه قوی کاپیتان دسته فیضکند در اینجا ثمر آورده. شفقت حاتم در این جریان خیلی هم با ضربه استوار و قوی خود از فاصله دور حساب را باز کرد. موسیسی یک ضربه استوار، زوفر اکبرعلیف کارت زرد میگیرد و داور به جریمه 11 متره اشاره میکند. با زدن ضربه جریموی 11 متره آمادگی میگیرد. قبلا دلیر شامرادوف نتوانست و گل! سعید مختار رزیموف دستپروری مکتبی فوتبال شهر نورک. فکر میکنم سرداور حالا وضعیت باز هم برای فوتبال بازان دسته حاصلات مرکبتر شد. گل دوم رو بازیگران دسته فیضکند مهمانان تغییر دادند. ببینید چه حالت مناسب و چه فرصت خوب به عمل آمد رحمتزاده و اکنون این حالت رو خیلی فرصت مناسب. انا این کسبیتی موسیسی فروخ، این کسبیتی موسیسی فروخ لگنری که خیلی هم ماهرانه و با همین صدای هشتک داور بلند میگردد. رقابت دسته ها در دور اول چمپیونات مملکت خاتمه مییابد. با همین گزارش ما هم از ورزشگاه مرکزی ناحیه فرخار به انجام میرسد. و شما بخت و سعادت و کامگاری را تمنا داریم. سلامت و سربلند باشید.